یک آدم اومد ما یک 10-12 گازت پرسید به نهایت خرسند شدم. این مثالی که ما سر خودم گذروندم. ما گفتم که بچه جان شما میخوانید این گازت؟ گفت نه. چیکار میکنی خ گازت؟ ما میبرم گفت یا شکای سیو مونده گفت سیو میپیچونیم. بدخشان زردکوبه خبرنگار است و 8 ماه پیش در مرکز باختر دکان نشریه فروشی باز کرد تا به قبل خودش در بالا بردن فرهنگ جامعه سهم بگذارد. اما حالا مایوس و دل سرد شده است. با خلاصه اومدم که باید همین دکان بندم. من دیلم به همون گازیتایی که در بیرون میگذارمش ساعتها میایستن زرد میشوند. با خدا دیلم میسوزه. دیلم میسوزه، دیلم به مطبوعات میسوزه، دیلم به فرهنگی میسوزه. دکان را در نزد کالج آموزگاری باز کرد و با این اندیشه که میزاجانش زیاد خواهند بود، اما میگوید حتی معلمان هم به دکانش نزدیک نمیشوند. چقدر گازتی که میگیرم قریب 93%ش در گشته برده میسپرم، برای که یگان کس طلب خریداری خواندن گازت نیست. عموما اگر بگیم در فکر خواندن گازت هم نیستن. البته اینترنت و نشریه همه خبرها در آن در همه جا بازار این نشریه های چاپی را کساد کرده است، ولی نبود مطالب خواندنی هم یک سبب بی خریدار ماندن روزنامه ها بوده است. یگانه چیزی که ما میفروشیم این همین مجلای دلکشو و همینای اینا را بسیار آدمای میگیرن که یا فرزندش در حبس یا که برادرش یا که به خریدار ماندن این نشریه ها نه تنها خاصی باختر بلکه تمام تاجیکستان است، چون سالهای اخیر به سبب فشار و تهدید مقامات به خبرنگاران بسیاری از آنها از انعکاس مشکلات جامعه میترسند. لیکن در بسیار حالت منصبداران ما از روزنامه‌نگاری ما حذر میکنند و حرکت میکنند که با آنها و نخورند و حرکت میکنند که با آنها اطلاع ندهند. مشکل هم در همین است. همین مشکلات در آستانه روز مطبوعات در تاجیکستان در یک نشست در باختر بررسی شد. مشکلاتی که به قول خبرنگاران هر سال به آن دشواری‌های دیگر ضم می شود.